دوستان عزیز سلام علیکم. من قرار دارم در شهر شیرازی جمهوری اسلامی ایران و این بیگاه بالای میز ما را بینید چقدر میوه ها آوردن به ما. خربوزه و انگورهای خودشان را و سیب و کیوی و شفتالو و لایم و لیمون کیمچی موز ماندارین بنان انگورها را بینید چند نمود آوردن 5-6 نمود انگور آوردن. از بین این انگورها من یک نمود انگورش رو میخوام نشان دهم. انا باید بینید و چی نام دارد آقا؟ این ایتالیا مال ایتالیا اینه که دانه دارد. با من اونقدر معقول نشد، با من این معقول شد. اینجا بیارید. این آوتوم چی گفتید؟ آوتوم رویال. آوتوم اینو اتم میگن، آوتوم نشون دیگه. آوتوم رویال. ها؟ آتوم یعنی پاییز انگلیسی. پاییز؟ تیرامو آتوم هایکو ما آتوم میگی. ها تیراموهی پادشاه پاییز. پادشاه ها کرالوا اوسینی یعنی که پادشاه تیرامو. بله. آوتوم رویال. بله. این مال امریکایی است. این بینید این حالی ای رو اگر بالای این انگور کار کنی اینا دانه‌اش رو از این کلان کردن ممکن است. این دانه رو بینید چه کلان است. و این انگور کشمش است. اینا بینید به دانه است. باز من برم. اینا بینید دانه نداره. و این انگشتی قرص میکردگی است و چنون شکر شیرین است که انا انگوری که تاجیکستانی‌ها نقص ببینن شیرین خوردن، این همون انگور است. قند برین شیرین است. خدا خواهد من اینجا درکش رو یافتم. تاجیکستان میبرم از این آوتوم رویال. ممکن نیهالشان برم برای فروش، ولی یک فکر کنم میبریم ان شاء الله. برای فروش ممکن نیهالشان بریم. این انگور رو میخورید راحت میکنید. بعد این رو بینید که اینا کم ترک نگاه کنید کلانتر شود، از این مویزی بهترین میشود. مویزی بهترین مویزی این دونه که ندارد. اینا خوش میکنید به ملال خوش میکنید 50 مویزش رو میفروشید. ان شاء الله. او بله بهترین مویز میشه. حال ما آقای امیر اینجا ایستادن. یک قطشون امریکاست. آقای امیر سلام علیکم. خسته نباشین. این امریکایی است. آمریکایی آتوم رویال. سلطان پاییز. سلطان پاییز یعنی سلطان تیراماه میگیم ما. کارلیوس که کارلیو اوسینی. در حقیقت من اینو در اینترنت هم دیدم، اهمیت نمیدادم و در اینجا خوردم. دو برابر این درشتر میشه. از این کلانتر میشه. از این کلانتر دو برابر میشه. درست. همدیگران عزیز من میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. همین در دهنتون فواره فانتان میگیم که فواره آب میزند و چنان شیرین است که در تاجیکستان میبریم. خدا خواهد این در قطار انگورهای بهترین داخل میشود. انگورهای ما که بهترین هستند و انگورهای ما که آوردیم از امریکا 3-4 تاش بهترین است. 3-4 تاش بیشترش نه. این انگور در همون قطار بهترین میشود و این چی میگن خریدار مشتری یعنی استعمال کننده خود رو مییابد و در بازار این انگور در مد اول خریداری میشود، در نوبت اول خریداری میشود. انا هم دوستان عزیز خدا خواهد کنیم ما بینیم از آقای امری مصلحت کنیم چند پولی میتید ارزان تیاد گرفت نمیبریم، قیمت تد نمیبریم. انا هم دوستان عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. 3 کیلو 6 کیلو مویز میده. 4 کیلو. چند کیلو؟ چند؟ 3 کیلو 1 کیلو. 3 کیلو 1 کیلو مویز میده؟ 4 کیلو نه؟ 3 کیلو 1 کیلو. این ماشاءالله عجایب بود است. خیلی باز ما سفرمون کلان است در اینجا. ما 3 روز پیش اومدیم. آقای تورنج هیچ نمیماند که ما از پسی کار رویم. آقای تورنج در این 3 روز فقط ما را تشکیلی گردانده شده. ساختن؟ فقط خورانده شده است آقای تورنج. ما الان از پیغام میخوایم که آقای تورنج ما رو جواب بده و ما از پسی کار رویم. آقای تورنج یک جان تشکر از نام گروه انگور و باغ به شما. شما ممنون. خیلی خدمت کردید. بچهای ایران با شما سلام از بچهای گروه انگور و باغ. پرچم تاجیکستان و انگور و باغ بالاست. یک جان تشکر. همدوران عزیز این چونین با ما وابسته کردن از وزارت. یه چیزی دیگه ما هر آنچه داریم از این مرد داریم.
همدوران عزیز کاووسی من درباره همین مرد گفتنی بودم که از طرف وزارت کشاورزی ایران به من وابسته کردن آقای کابوسی رو که به من راه بلد شود و به من سخنها و از تجربه ها گپ زنند. آقای کابوسی به شما یک جهان تشکر، با وزارت کشاورزی ایران یک جهان تشکر، با آقای تورنج 2 جهان تشکر. ما هم بسیار خوشحال هستیم که با جناب عالی و آقای منور آشنا شدیم. من شخصا اعتقاد دارم برای پیشرفت در هر حوزه به ویژه کشاورزی و باغداری و حالا تخصصی انگور ارتباطات علمی فنی میتونه به هر 2 تا کشور کمک کنه. یک تجارب و نکات مثبتی شما دارید، تجارب نکات مثبتی ایران داره و ایران هم با تاجیکستان یک رابطه خوبی داره و چون که زبان فارسی هم هر 2 طرف بلد هستن میتونن همکاری تبادل اطلاعات داشته باشن از طریق انتقال دانش، کارهای ترویجی، کارهای تحقیقاتی، اینا امکان پذیر هست. ما خوشحال میشیم که بتونیم به هر حال کمک کنیم در این زمینه. دست شما در نبینه. یک جان تشکر. من همدوران عزیز ما را همخیل برادران ایرانی پیشواز گرفتن. اینا همش آبروی گروه انگور و باغ است. از روی شما شده ما را شناختن.